بیامون برادر در همه حیات یگان کس باور کردن در کار نیست. برادر میگوی، دوست میگوی، گفتی اما آدما که در همه حیات پدر مادر اکا و دادر دوست تمام یگان کس باور کردن در کار نیست. دل مایم دوستی برادری مون بس که دوای برادر دیگه زنگ نزه. ما فکر میکنیم که کسی مشکلی داره، درد داره، اومده درچه به آنمی ساحل میگه. چون که در این زمانه یگان آدم دا باوری نموده. همین خیلی؟ همین خیلی راست میگه. یگان مشکلی داری دوستم؟ بله برادر، خیانت دوست. خیانت دوست؟ یک چی میگم برادر، مثال تو سگی را به خونه میاری، از خوردی تو سگ کلان میکنی، با سگ تو میری و وفا میکنی، سگ کلان میکنی، پرورش میکنی، سگ بسیار دوست میداری. وقتی که سگ کلان میشوه خفگیر میشوه، خاندانی ترا یا اینکه خودی ترا میگزه، بعدا تو عصبی میشه، غضبی میشه. چون که تو سگ کلان کردگی او را دوست داشتگی، میره وفا کردگی، چون سگ خودش وفاداره او را دوست میداری. یکم بار میبخشی و دویم بار کوشش میکنی که سگ خفگیر نشوه و ایروش برگرده و خوب پرورش بیاوه. بعدم با دویم بار سگ میگزه، سیم بار میگزه. در همین حالت تو با سگ چیکار میکنی؟ راستی برادر، این سگ ما میپرانم. وقتی به خاندان من ضرر میاره، به من ضرر میاره، چی در کار اومده میپرانمش برادر. با فکری ما اگر ما میبودم سگ همین خیل آزاد میکردم، سگ خونه پیش میکردم. چون که همه میگن که سگ وفاداره، صاحبش دوست میداره. وقتی که سگ از خونه بیرون شد، تو را پیش کردی خونه، دردی دوری صاحبش او را میکشه. راست میگو برادر، رحمت سخنای بهترین مینداره شما برادر.